روزی به خانه امان مرد همسایه آمد. وی که در بازار سودا می کرد به من پیشنهاد کرد که سوداگری دکانش شوم. شوهرم که یک مرد ساده دل و نیک اندیش بود به پیشنهاد همسایه راضی شد. همین طور من هم جای کار پیدا کردم. سودا درآمدی خوب داشت. همسایه هم چون خوجایینی تنگ دستی نمی کرد به من ماهانه خوب می داد. زندگیمان نقص شد. گوشت هم می خوردگی شدیم. اما من چطور به دام آن مرد افتادم نفهمیده ماندم. شبها به خانه دیر می آمدم. کارم کیف و صفا با خوجایینم بود. شوهرم از رفتار من ناراضی شده خواست مرا دیگر به کار نماند. ولی من دیگر او را پسند نمی کردم. اکاهایم را به سرش آورده تنبیهش دادم. از بس که شوهرم یک پسر و بر ضمن این بی پدر و مادر بود هیچ کار کرده نمی توانست. کارد من بالای روغان بود. هم عیش می راندم و هم کار کرده پول خوب می یافتم. نهایت حس کردم که آهسته آهسته به دل خوجایینم می زند. از چشم وی پنهانی دل مردهای دیگر را یافتم. در این میان مرد همسایه بانکروت شد و به روسیه رفت. من اکنون با یاری آشناهای وی عشقبازی می کردم. دیگر شوهرم را کاملا پسند نمی کردم. وی خواست از من جدا شود. ولی مشت و لغت اکاهایم کار داد. من دیگر همسرم را بد می دیدم. همین که به خانه آیم به نظرم مثل بلا می تافت. به جوگه وی را کاملا راه نمی دادم. پسرهایم را هم در رویهای پدر بدبینی کلان می کردم. طربخانه به طربخانه می گشتم. دره قرطاق و ورزاب و رامید را هر سنگ و بوتل خورش را می دانستم. دوگانه هایم بسیار بودند. آنها هم مثل من استاد کسبی خویش گشته و رزق روزی خوب می یافتند. شوهرم خانه‌اش را جدا کرد. وی برای خود یک حجره ساخته از آنجا زندگی می کرد. اما من نمی گذاشتم که عائله دار شود. روزش را سیاه می کردم. چند سال سپری شد. پسرهایم کلان شدند. آنها هم مثل من به پدرشان روی خوش نمی دادند. حتی بار پدرشان را با امر من زدند. شوهرم به سود مراجعت کرد که رسما از من جدا شود. اما وقتی به سود رفتم دوستان من وی را داشتند عقلش را به جایش آوردند. ولی هر چیز دوری داشته است. زندگی بسیار تیز و ناعیان می گذشته است. اینک من هم پیش از مهلت خزان شدم. مثل اناری مکیده. حسنم برباد رفته و با کمپیری مانند شدم. دیگر مرد با من نمی نگرد. حتی دوستان پیشترم از من حذر می کنند.
аккаҳоям ҳам аз ман рӯ гардонданд, чаро ки бо рафтори бадам ангуштнамоии хурду калон шудам. вақте ба кӯчаи деҳа мебароям, одамон аз ман рӯ мегардонанд. писарҳоям дар Русия мардикорӣ мекунанд, онҳо ҳам хона вайрон карданд. ин саҳар бори нахустин ҷойнамоз ба даст гирифтам ва намоз хондам. аммо намозамро ба китоб нигоҳ карда адо намудам, чунки ягон сураеро аз ёд намедонам. ман ба ҷуз тавба кардану ба роҳи рост баргаштан дигар роҳе надорам. аммо намедонам ки худо маро мебахшида бошад ё не.